امروز قراره بالاخره بعد 2 سال برم آرایشگاه و از این هپلودگی در بیام. هپلودگی رو دیدی چی گفتم؟ چی میگی؟ موضوع اینطوریه که 2 سال من آرایشگاه نرفتم. دوست داشتم همیشه موهامو بلند کنم و این کار رو انجام دادم، اما واقعا برام سخت بود. دلیلش هم اینه که دیر میتونستم برم حموم، عرق میکردم، بعد اینجا هم خیس میموند، اذیت میشدم. به خاطر همین دیگه تصمیم گرفتم بالاخره برم آرایشگاه. بعد ریزش خیلی شدید داره موهای من. ببین الان من از اینجا بکشم، یا خدا، بذار وایسم نشون بدم قشنگ بهتون. مو رو ببین چقدر زیاده. الان اینو من همین الان رو سرم کندم. به خاطر همین ریزش و نگهداریش واقعا سخته. فکر کن یه حموم میخواستم برم، نمیدونم شامپو مخصوص بزن، ضد ریزش و ضد چربی، و بعد از اون طرف نرم کننده بزن که راحت بتونم شونه کنم موهامو، از اون طرف ولش کن. نخواستیم. چیزی هم که هست اینه که منی که یوتیوب رو شروع کردم باید همیشه آراسته باشم، ترتمیز باشم، ریشام اینجاهای موهای ریشم در نیومده باشه، همیشه آنکارت باشه سر و صورتم. به خاطر همینا یه سری دلیلا هستن، همشون دست به دست هم دیگه دادن تا من بالاخره برم آرایشگاه و الان خیلی خوشحالم. خیلیا به هم گفتن که موی بلند بهت نمیاد، خیلیا گفتن، همه دارن به هم میگن و واقعا هم از نظر خودم موی بلند بهم نمیاد و همیشه دوست داشتم موی بلند رو تجربه کنم. الان من کشمو وا کنم، افشون کنم موامو براتون، شبیه جیزس کرایست نشدم؟ عیسی داداش چطوری؟ اما برای آرایشگاه رفتم باید زنگ بزنم، وقت بگیرم از آرایشگرم. آرایشگرم هم کسی نیست جز برادر. یه زنگ بزنم. تا میرسیم آرایشگاه باید بهتون بگم که دکمه سابسکرایب رو بزنید و دکمه لایک کناریش هم انگوش کنید تا من انرژی بگیرم و ویدیوهای با کیفیت تری براتون بسازم. و دکمه زنگوله نوتیفیکیشن رو بزنین روی آل تا یوتیوب بهتون خبر بده که اولین نفری باشید ویدیوی منو میبینید. خب دیگه رسیدم دم آرایشگاه. لباس عوض میکنی در ملح عام؟ چه مدلی بزنی؟ ببین اسپایکیش کن، بعد ریشام هم کوتاه کن دیگه، بزن برم طولش سفید شه؟ آره سایه بیفته. هایفر؟ نمیدونم. خوشگلم کن، شبیه جیزس کرایست نشدم؟ امیر دست درد نکن. خیلی نداری. خداحافظ. آقا خداحافظ همگی. خداحافظ.
آقا من موهامو زدم، خیلی طول کشید، یعنی حجم موهام انقدر زیاد بود که واقعا زمان برد. بعد نظرتون چیه درباره مدل مو؟ من که خیلی حال کردم. بعد صورتم وا شد حاجی، یعنی من صورتم خیلی خفه بود. بعد الان اصلا احساس سبکی میکنم. خب آقا من اونجا دیگه زیاد نتونستم صحبت کنم، گفتم بیام توی خونه. این ریخت جدید منه و قراره از این به بعد توی ویدیو منو این شکلی ببینید و خیلی خوشحالم از این که موهامو رفتم کوتاه کردم، چون واقعا خسته شده بودم از این موی بلند. شما فکر کنید من یه حموم میخواستم برم 2 ساعت شامپوهای مختلف، این 3 شوار زدنه خیلی تو مخم بود. این که از حموم بیام بیرون بعد 2 ساعت وقت بذارم موهامو خشک کنم و این خیلی منو آزار میداد. این باعث میشد که من تنبلی کنم برای حموم رفتن، به خاطر اینکه حوصله خشک کردن موهامو ندارم. بعد شونه گیر میکرد، موهام گره میخورد. به خاطر اون دیگه تصمیم گرفتم برم کوتاه کنم و نتیجهش هم شد این. من الان خیلی اوکی ام با این مو و به نظرم الان من خیلی خوشگل شدم. صورتم باز شده، لپام گل انداخته، صورتی شدم. صورتی؟ مرسی که تا آخر ویدیو اومدید. حتما کانال رو سابسکرایب کنید، نظرتون رو درباره مو جدیدم بهم بگید و لایک و کامنت و هر چی که از دستتون برمیاد برای من انجام بدید، به خاطر اینکه من چنل رو جدید زدم، تازه اول راهم و به حمایت شما نیاز دارم. مرسی از اینکه وقت گذاشتین، دمتون گرم، میبینمتون.